الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جمع از برادران سوال نموده اند که طائفه نصیری، رافضه و دیگر از فرقه های رافضه اسماعیلیه یا که جعفری و امامیه که امروز در ایران وجود دارد، آیا حکمشان حکم کفر است؟ و اگر کفر باشه، آنها کافر باشند، کفرشان کفر اصلی هست، کفار اصلی هستند یا که کفار مرتد هستند؟ و کسی که اونها را حکم به کفر نماند و اونها را حکم به اسلام بدهد، اونها را مسلمان داند، یا که علمای رافضه را کافر بداند و مردم عوامش را عذر بدهد به جهل و کافر نداند؟ و آیا کسانی که رافضه ها را میکشند اجر میگیرند؟ یا آیا کسانی که نسبت اونها جنگ دارند و جهاد دارند فرزند و زنهای اونها را سبی و کنیز گرفته میتوانند یا نه؟ البته این سوال های بینهایت قوی و دور و دراز، اما مختصرا جواب میگم و میگم که رافضه با تمام فرقه های باطنیش به مانند نصیری، در روز، اسماعیلیه، علویه، همه اش کفار است، همه اش کافر است و مسلمان نیستند و به جهل اونها را عذر داده نمی شود، زیرا که همش مشرک است و باطنی است. اما اونها را کفار اصلی گفته می شود یا که کفار مرتد گفته می شود. در این مسئله از در بین علما اختلاف است که بعد از کمی بیان می نماییم. اما سبب تکفیر کردنمان رافضه ها را از سبب آن که اونها در نزدشان کفریات و شرکیات زیاد را جمع نمودند، از سبب اونها که به آن سبب ما اونها را تکفیر میکنیم و کافر میشماریم که اونها شرک صریح را به الله سبحانه و تعالی در عبادتش انجام میدهند. در قبر پرستی اهل بیت، قبر پرستی حضرت حسین و به الله شریک و انداد قرار دادن، دعا کردن از مرده ها، طلب استغاثه کردن از مرده ها، اعتقاد عصمت کردن به امام هایشان و اعتقاد الوهیت کردن بر امام هایشان و افضل و بهتر دانستن امام هایشان از رسول الله صلی الله علیه و سلم و لعنت کردن و حقارت کردن و مرتد خواندن صحابگان و در رأس اونها ابوبکر و عمر رضی الله عنهم و طعنه زدن در عرض رسول الله صلی الله علیه و سلم، نبیمون، به مانند طعنه زدن عایشه رضی الله عنها، تهمت کردن عایشه رضی الله عنها مادرمون با بهتان و دروغ بر فحش و ناپاکی که البته همش کفر اکبر است، خارج از ملت اسلام است، و اعتقاد کردن رافضه بر این که قرآن تحریف شده است و تغییر شده است و بعضی از سوره ها از قرآن حذف شده است و در این مسئله کتاب ها نوشتند، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، که ما در همه این کفریات رافضه در حلقه های در 50 حلقه بیان نمودیم. حلقه های رافضه شناسی به بیان فرقه شناسی داخل شد، شناخت فرقه ها، که البته در اونجا این 50 حلقه وجود دارد. و اینچنین قول کفری اونها که میگویند قرآن این ظاهر است و باطن است، باطنش دیگر معنا دارد که اهل سنت نفهمیده است، و رد کردن شریعت اسلام و حلال دانستن بعضی از فاحشگی و اینچنین قول رافضه، اعتقاد رافضه برجعه و بدا، یعنی الله را جاهل خواندن، اعوذ بالله من ذلک، انکار سنت و بد دیدن اهل توحید و مسلمان ها، دوستی کردن با کفار و غیر از این عقیده های باطل اونها که بینهایت ما همش را در اصول دین، ربوبیت، ارکان اسلام و ایمان ذکر نمودیم. به همین جهت، به همین کفریات اونها که عددش بینهایت زیاد است، ما همه رافضه را، علمایش، عامش و غیرش را، همه اش را برابر کافر میدانیم. اما مسئله دیگر، کسی که رافضه را کافر نگوید از سبب اینکه به کافر بودن اونها شک میکند، یعنی یک مسلمان مرد از اهل سنت گوید که من رافضه را، شیعه ها را کافر نمیگم، من شک به کافر بودن اونها دارم، یا که کسی رافضه ها را مسلمان داند و حکم به اسلام، در اسلام بودن اونها بکند، در حالتی که
مذهب رافضه را میداند، در حالتی که کفریات رافضه را میداند، در حالتی که شرکیات اونها را میداند باخبر است. یعنی کسی که از مذهب رافضه باخبر باشد، خواه از نصیری بودنش، خواه از اسماعیلیه، خواه از دروز، خواه از این 12 امامیه جعفریه، از این مذهب باخبر باشد، بعد از این باخبر بودنش رافضه را کافر نداند، این خودش کافر است. هر کسی که رافضه را دیده و دانسته کافر نداند خودش کافر است. خیلی که شیخ الاسلام ابن تیمیه در مجموعه الفتاوا ذکر کردند و میگویند کفر هؤلاء لا يختلف فيه المسلمون بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم. در کفر این قوم رافضه هیچ یکی از مسلمان به همدیگریش اختلاف نمی کند، بلکه میگن هیچ شک نیست که هر کسی که رافضه را کافر نشمارید او خودش کافر است مثل همونها. این دلالت میکرد که هر کسی که رافضه را دانست، شناخت، شرکیات اونها را فهمید، عقیده باطل اونها را فهمید، کفریات اونها را فهمید که صحابه را مرتد میدانند، فهمید که قرآن را تحریف شده میدانند، فهمید که ابوبکر و عمر را جیب طاغوت میگن، فهمید که عایشه رضی الله عنها زنی دوست داشته رسول الله را فاحشه میگن، اعوذ بالله من ذلک. بعد از این رافضه را کافر نگفت و حکم به مسلمان هایشان کرد، حکم به مسلمان بودن اونها کرد، یا که شک به در کفر اونها کرد، این خودش کافر است. من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرهم فقد کفر اجماعا. بین البته سخن شیخ الاسلام بود رحمه الله تعالی. اما هر کسی که در تکفیر کردن رافضه توقف بکند، یعنی رافضه رو تکفیر نکند از سبب اینکه به مردم عامه مردم رافضه علماش را تکفیر بکند، اما به مردم عامه رافضه عذر به جهل بدهد، بگوید که علمای رافضه کافر است اما مردم عامهش به سبب اینکه جاهلند عذر دارند و اونها رو من تکفیر نمیکنم، کافر نمیکنم، بگوید بداند که خطا کرده است و این قولش باطل است و این عقیدهش درست نیست و به این انسان ترسیده می شود، در خطری بزرگ است انسان. اما این چون این انسان رو کافر کردن، این چون انسان رو ما کافر نمیگیم، ما این انسان رو تکفیر نمیکنیم. پس ببینید انسان های هستند که همه رافضه رو علمایش، عامش، مردمش همش رو کافر میگند. این مذهبی حق است، مذهب اهل سنت و جماعت. انسانی هست که میگوید ما علمای رافضه رو تکفیر میکنیم اما مردم عامش رو نمیکنیم، این سخنش سخنی باطل است و درست نیست و از شیخ الاسلام ابن تیمیه سخنی که میارد این درست نیست. سخن شیخ الاسلام این است که همش کافر است. این از اصول منهج ابن تیمیه گرفته میشد و سخنشون رو ما کمی پیش ذکر کردیم. و اما این انسان رو که مردم عامه رافضه رو کافر نگفته است به سبب اینکه به اونها جهل رو عذر داده است و در این مسئله شک و شبهه دارد، از سبب جهل دادن، عذر دادن، ما میگیم که در خطری بزرگ است اما کافر نمیگیم. کسی که عامه رافضه رو کافر نگفت به سبب جهل اونها رو ما کافر نمیگیم، یعنی به عامه رافضه جهل رو عذر داد، گفت اینها جاهلند عذر دارن به همین کافر نمیگیم، اینها رو ما کافر نمیگیم. این چون انسانایی که عامه مردم رافضه رو کافر نمیگیم. اما کسی که رافضه رو شناخت، کفر رافضه رو فهمید، بعد از این دیده و دانسته گفت که رافضه ها کافر نیستن، این خودش کافر است. بارک الله فیکم. اما در مسئله این که رافضه ها کفار اصلی هست یا کفار مرتد است، البته در این مسئله علما اختلاف کردند. شیخ صنعانی، ابا بطین، مفتی دارالنجد و این چنین قاضی مکی و بعد از این علمای دیگری میگند حمیدی و این چنین از احمد ابن حنبل نقل شده است در کتاب احکام المرتدین الخلال، احکام الملل و النحل، یوکی احکام اهل الملل للخلال. همین علما میگن که هر کسی که از مرتد تولد شد این کفار اصلی هست. یعنی رافضه ها وقتی که مرتد شدند و بعد از این فرزندهایشان تولد شد، اینها کفار اصلی هستند، مرتد نیستند، اونها کفار اصلی هستند. و از اونها بعضی میگن اونها رو به اسلام دعوت کردن و زنهای اونها رو صبیه گرفتن جایز است از این مذهب. اما مذهب دوم که شیخ الاسلام ابن تیمیه اختیار کرده اند
و این مذهب مذهب عبداللطیف ابن عبدالرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبدالوهاب آل شیخ هستند، میگویند که رافضه ها مرتد هستند و از این سخن اونها رو یعنی به سبی گرفتن یا که میراثشون رو به هم دیگرشون تقسیم کردن یا که زنده ماندن جایز نیست. البته با این سخن که رافضه رو مرتد گفته می شود، در حالتی که رافضه ها در زیر یک حکومت رافضگی متشدد باشند، در حالت جنگ با رافضه ها زنهای اونها را سبی گرفتن، در حالت مرتد بودنش هم جایز است. خیلی که شیخ الاسلام تیمیه این رو ذکر میکن و دیگر علما ذکر کردن و شیخ عبداللطیف آل شیخ هم این رو ذکر میکن. بارک الله فیکم. این مختصر جوابی سوال این برادران بود.